قربانی یکی از دستورات الله متعال هست که الله می‌فرماید فصل لربک وانحر و حکمت‌های متعددی دارد. مهمتر از همه این که انجام دستور الله متعال در واقع یک نوع عبادت و تقرب به الله متعال هست و اضافه بر آن قربانی کردن مشارکت در اطعام و غذا دادن به فقرا و مساکین هست و به این خاطر هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت ابو امامه در صحیح بخاری آمده که مسلمانان در رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی هایشان را چاق می کردند، یعنی رسیدگی می کردند، بهشون آب و علف می دادند تا اینکه چاق بشوند، تا از این رهگذر هم تقرب جسته باشند به الله متعال و هم این که زمینه بیشتری فراهم بشود برای اطعام و غذا دادن به فقرا و مساکین. و یکی دیگر از حکمتاش این است که خود انسان از آن استفاده بکند و تا چند روزی مثلا گوش داشته باشند در خانواده و یک نوع توسعی باشد در خرج و هزینه برای اهل و خانواده که این هم از نظر شرعی ثواب هست و اضافه بر این که یک نوع در واقع انجام وظیفه هست و انفاق بر خانواده هست، از جهت دیگر این هم یک نوع صدقه در واقع شمرده می شود. و نکته دیگر این که قربانی کردن در راه الله متعال در روز عید در واقع یکی از مظاهر شکر نعمت هست، نعمت‌های زیادی که الله متعال به ما داده، نعمت صحت و سلامت و عافیت خود انسان، فرزندان انسان، یا نعمت‌ها و اموالی رو که الله متعال به انسان داده. وقتی که ما قربانی میکنیم یکی از نیت‌های ما و یکی از حکمت‌های قربانی در واقع شکر نعمت‌های فراوان الله متعال هست که انشاءالله همه من و شما بتوانیم این شکر نعمت را به جا بیاوریم.